بریم توی یکی از محله‌های قدیمی شیراز به اسم محله سنگ سیاه. به نظر من یکی از خاص‌ترین ویژگی‌های این بافت تاریخی جدا از کوچه‌های باریک و خونه‌های قدیمی و قشنگی که داره، وجود یه عالمه مکان تاریخیه که خیلی هم معروف نیستن. این بنای تاریخی هم که میبینید به اسم امامزاده بیبی دختران هست. این امامزاده تو دوره زندیه به دستور یکی از سلاطین ساخته میشه، اما بعد تخریب میشه و توی دوره ایلخانی به این سبک معماری که الان داریم میبینیم دوباره بازسازی میشه. یک معماری فوق‌العاده زیبا و قشنگ داره. کوچه‌های این محله پر از اقامتگاه و هاستل و هتل و این چیزاست. بازدیدکننده‌های خارجی، گردشگرا، توریستا از این محله بازدید میکنن و توی این اقامتگاه‌ها چند روزی ساکن میشن. من اون روزی که اومدم این ویدیو رو بگیرم اتفاقی این ماشین رو اینجا دیدم، داشتم رد میشدم و برگشتم و رفتم پیششون، ازشون سوال پرسیدم از کجا اومدن و یه گپ و گفت کوتاهی با هم زدیم. Hi, how are you? Good, thank you. Thank you. Hello. Welcome to Shiraz. Hello. Thank you. Hi. Hi. How are you? You're good. Where are you from? We're from England. English. England. London. Oh, very good. Yeah. Nice to meet you. Nice Welcome to meet you. Shiraz. Welcome. Yes. Thank you. Thank you. Thanks for coming to say hello. Hey. Excuse me. Oh. So cute. Oh. Yeah. It's our house. Your house? Yeah. We live here. What's your name? Rufus. We Nice come to meet from you. Armenia all the way through Tabriz, Tehran, Zanjan, all sorts. Isfahan? Asfahan. Oh. Yeah. And now into Shiraz. And then from here we go across, after Shiraz we start going east towards Pakistan. Pakistan. Yeah. And then into India. In our minibus Benz. Can I see your house? Yeah, there's a step just there and a rope just there. There's a rope just here. You pull on the rope, you throw on the step. Ready? Up, do. Hey, that's it. Sounds messy. Very cute house. Fridge. Your cooker. daughter? My son. Oh, My young son. Your son. What's your name? Raf. Raf. Yeah. My name is Parisa. Parisa. Nice Yeah. to meet you. Nice to meet you too.
حتما تا الان براتون سوال شده که اصلا چرا اسم این بافت تاریخی رو گذاشتن سنگ سیاه. سنگ سیاه از قدیم اسم این محله بوده به علت اینکه اینجا آرامگاه سیبویه هست. سیبویه که البته توی فارسی سیبویه گفته میشه و در عربی و انگلیسی به اسم سیبوی خونده میشه، یکی از دانشمندای ایرانی و شیرازی هست که کاملترین و اولین کتاب در مورد قواعد صرف و نحو عربی رو به اسم الکتاب می نویسه و دانشمندای زیادی توی دوره تمدن اسلامی از این کتاب استفاده می کردن. آرامگاه این دانشمند که توی یکی از همین کوچه های این محله هست قبلا خیلی مخروبه و متروکه بوده ولی الان بازسازی شده. سنگ قبر این دانشمند به رنگ سیاه بوده و علت این که این محله هم به محله سنگ سیاه معروف شده همین آرامگاه و همین سنگ قبر هست. بناهای تاریخی دیگه‌ای هم توی همین کوچه پس کوچه ها هست، مثل حمام و مسجد ایلخانی، مسجد حسینیه مشیر، کلیسای ارامنه، حسینیه کردها، خانه فروغ الملک و یا عالمه مکان دیدنی دیگه.